آمادگی برای ثبت یک برنامه کاملا متفاوت. حرکت به هدف انجام این مصاحبه. مسیر طولانی و پر ازدحام. پشه‌ای‌ها بخش از آریایی‌های قدیم و یکی از اقوام اصلی 11 قبایل آریانای کهن بوده. دارای زبان به نام پشه‌ای می باشد. کلمه پشه‌ای شکل تحول یافته آن یک نام خیلی قدیمی، یعنی حدود 2500 سال است و تا اکنون در مورد وجه تسمیه پشه‌ای نظریات مختلف وجود دارد و ما برای دانستن معلومات بیشتر آمده ایم تا همراه یکی از شخصیت‌های بزرگ و ملی درباره دستاوردهایشان در طول زندگی و قوم پشه‌ای صحبت‌هایی داشته باشیم. سلام، به برنامه افغانستان پیژندن از تلویزیون شرق گلوبال HD خوش آمدید. ما در این برنامه زندگی یک شخصیت اکادمیک بزرگوار را به تصویر میکشیم و آمدیم پیش این شخصیت بزرگوار جناب عبدالمالک لاموال و بیشتر از زبان خودشان میشنویم. لاموال صاحب بزرگوار، سلام بر شما. و علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایما تکنیکی همکار او ایما طریقی ده بو محترم و بی بیوی اره گاله کنده گاله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د ژوند په ټولو چارو کې سنبال د ځمکني او آسماني آفتونو نه خدای هم په امان لره. خیلی زیاد تشکر لاموال صاحب بزرگوار. از اینجا برنامه را آغاز میکنین لاموال صاحب که عبدالمالک لاموال کی هستند؟ در کجا تحصیلات را شروع کردند؟ در کجا تولد شدند؟ مکتب را در کجا شروع کردند؟ همونطور آهسته آهسته دوره دانشگاه را در کجا سپری کردند؟ از ما آغاز شروع میکنین لاموال صاحب. جناب ژورنالیست بگویم، راپورتر بگویم، نام مرا خود شما گفتین که عبدالمالک لاموال هستم. باشنده اصلی ولایت ما ننگرهار است. ولسوالی ما به نام دره نور یاد میشه. در اوجا تولد شدیم. اگر مردم در مورد زندگی بگویم هر قدر بگویم زیاد می باشه، ولی خلاص ابتدایی تعلیم خود از دمو خاندان خود پدر ما مولوی بود. دمی مسجد خود سپاره الفبی را در دست گرفتیم و علوم دینی را دیگه تا قدری و منیا و کنز و تاموجا خلاصه عقیده امیار و بعد از اون رای مکتب شدیم که اوجا بار اول یک مکتب 3 صنفی بود، با اصطلاح صنف اول تحصیل دره نور که او هم از طرف انمو علما و کسی که میفهمیدن یک مسجد به خاطر مکتب جور کرده بودن. در اوجا صنف 3 بعد از او باز یک متوسطه بود در دره نور، در اوجا شامل شدیم. باز متوسطه باز دور، اگر بگوییم که 3 ساعت 3.5 ساعت پیاده مزل میکردیم. در لیسا آمدیم فارغ صنف 12. بسیار زیاد مشکلات هم بوده. 1.5 ساعت 2 ساعت پیاده روی در او دوران 2 ساعت 2.5 ساعت الا 3 ساعت پیاده روی بود که از خانه ما به خاطر آموختن علم به مکتب می آمدیم. باز از اوجا فارغ شدیم در سال 1352. او وقت عجیب بود که از مکتب خلاص می شدی تو را خبر می ساختن که در فلان جا مقرر هستی. ما باز در معرف مقرر شدم. در معرف مقرر شدم در نازیان در شینوار. در اوجا همراه معلمه
کارهای اداریش ما میکردیم. یعنی نخستین وظیفه‌تان هم همونجا بوده؟ همونجا بود. نخستین وظیفه ما را همونجا بوده. خیر د مشکل هم نکی که پښتو هم خبرې کوي دمرا صحیح دی. صحیح دی. نو کله چې په شینوارو کې مې وظیفه 2 کاله اجرا کړه، بیا نو د عسکرۍ دور راغی، مکلفیت دوره. بیا د عسکرۍ دورې دپاره فاریاب کې عسکر شولو. په فاریاب کې مې عسکري وکړه. په کومه دوران کې و؟ د 54 کې 55 کې 55 کې د فاریاب کې عسکر شولم. د عسکرۍ نه وروسته راغلم بیرته وزارت معارف ته. بیا وزارت معارف نه وزارت اطلاعات فرهنګ پیشنهاد کړه. په راډیو افغانستان کې د لومړي ځل دپاره د پښتني ژبې د نشراتو دپاره نو هلته هم کار دا چې څنګه وشو څنګه نه، فقط لنډ ویو. هلته د پښتني نشراتو د مسئول مدیر په حیث باندې مقرر شدم. 2 نفر وو. باز لاموال صاحب بزرگوار، تحصیلات که شما تا صنف 12 خلاص کردین به زبان پشه‌ای بوده یا ای که زبان متاسفانه باز در مورد امی کتاب و زبان چیست و کتاب چیست پسند گم بحث اصل دی باز دا بار اول زبان پشه‌ای در رادیو تلویزیون در رادیو نشرات آغاز کرد. نیم ساعت برنامه بود که در مورد زبان، ادب، فرهنگ مادی معنوی اوجا نشرات می شد. روز معلوم بود که کدام چیزا باید نشر شود. خو خیر نشرات شروع شد و نشرات خوی طور بود که در سر یخ نوشته کو با آفتاب ومان. یعنی زبان او وقت زبان شده میتونه که او به تحریر درآید. او نوشته شوه، کتاب شوه. خوب بود. آهسته آهسته در افغانستان نظام ها تغییر و تبدیل شد، حالات بیخی، ولیکن باز هم مسائل فرهنگی را در هر نظام سیستمش بود. باز چی شد؟ ثبت کتابم شروع شد، مقاله ها شروع شد به زبان پشه‌ای مقاله شروع شد. بعد از مقاله گفتن که این ما نمیفهمیم، به زبان دری و پشتو شد. به زبان دری و پشتو هم در مورد پشه‌یا و در مورد فرهنگ پشه‌یا شروع شد. د مجلات، د اخبار، آهسته آهسته این قدم با اثرای مستقل شروع کرد. یعنی مستقل آثار سر شروع شد. ضرورت فرهنگی ما گفتم هر نظام. بار اولین کتاب ما به نام پشه‌ای فولکلور در سال 1362 از پیش ما خواستن که یک آوتلاین دادن که در مورد تصویر فرهنگ پشه‌ای یک چیزی تو باید انظور کنی، یعنی شکلش برابر کنی، ولی با اصول علمی و اکادمیک باید برابر باشه. چرا که دولت هیچ چیز گفت و دولت سر یک کتاب مصرف میکنه. پس اون کتاب نوشته کردیم که او هم باید می آوردم. هر کتاب به این خاطر که همی هر چیز مستند باشه باید او را تصویر میکنیم. انشالله تصویرش هم می داشته باشم. در 3 بخش بود که او ما پشه‌یا را زندگی پشه‌یا و ساختمان باستانی پشه‌یا که تقریبا 600 سال تاره قریه و قریاجات است. میایم سر از این بخش بعدی برنامه ما سر زبان پشه‌ای آرام داشته های خودتان نام. بعد این پشه‌ای فولکلور چاپ شد. بعد از این نه تنها که آثار مستقل به چاپ شدن شروع شد، مثلا که برات بگویم هموطن، البند، جرگه، قلم، فرهنگ مردم، کابل مجلد، امی کلگی چیزا امی نوشتن کتاب هم از امیجا شروع شد بر شما شد. یعنی امیجا هم مقاله علمی تحقیقی نوشته می شد که نظر به اصول اکادمیکی چیزی هست اوجا که این چیز باید هر چیز خود چاپ هم نمیشه، هر چیز باید تصویر هم باید کشیده میشه. این را پیدا کرد. با چند سال در وزارت اطلاعات فرهنگ وظیفه داشتین؟ آفرین. در وزارت اطلاعات و فرهنگ تقریبا 2 نیم سال. باز بعد از او آهسته سرایی اکادمی علوم شد؟ نه باز یکدم حالات جنگی بود در وطن. یکدم عسکری احتیاط اعلام شد.
دوره اتحاد یگان مردم بود که در زود تیاره انداخته میشد، برده میشدن یگان. خیر گرچه برای ما وزارت دفاع برای اولین کار برای ما رسید که از عسکری باید ما باشه، ولی مقدری طور بود که برآمدیم در عسکری. 4 سال بعد عسکری کردیم. ببینیم در هر چیز باید ببینید سر قلم بیاری یا چطور است. 4 سال در اوجا تیر کردیم عسکری خلاص. بعد از عسکری که خلاص شدم باز وزارت اطلاعات و فرهنگ رفتم که رفتم باز اکادمی علوم افغانستان، جو هم یک خاطره بود که بسیار کسی خود دواری آمده بود. هیچ تصور ما نبود که در اکادمی ما هو در اکادمی بس در اکادمی علوم آمدم. در اکادمی خو کسی که داخل میشه و باید بسیار کلان اول سیویش باید سیوی باشه، 90% نمبر داشته باشه. دوم عمرشه. سیم باید زبانه خارجی یاد باشه. ما فکر کردیم که لامال از یک چیزم تو نداری، هیچ رقم دیجا آمدی. عادی آدم بودیم، فاکولته نخوانده بودیم، سیوی ما هم نبود، ولی اکادمی علوم یک شورا داره علمی. پیش از اینکه در اکادمی بیایم ما یک 2-3 کتاب ما چاپ شده بود. او ماده بین المللی بود، ملی بود، هر چیزی بود. شورا 22 نفر علما هستن، علمی شورا هست. بعد از فیصله شورا علمی مرا بس خود دواره مردمای خوب بود آوردن. میگه تو شد که علاوه تو علوم اکادمی نږدې 100 کاله تاریخچه لري. په لومړیو کې علوم اکادمی د پښتو ټولنې په نوم رامنځته شوه. هغه وخت د هېواد تکړه او جهیدو علماو پوهانو لکه استاد حبیبي، رشاد صاحب ټول د پښتو ټولنې غړي وو، په مختلفو برخو کې تحقیقات کول. د هغې نه وروسته د کلونو په اوږدو کې اکادمي په مختلفو نومونو فعالیت کوو. خلاصه په 50 کال کې د اوسنۍ اکادمي کوم شکل چې دا ساختار رامنځته شو، د کلونو په تېرېدو دلته د علوم اکادمي په تشکیلاتو کې مختلفې برخې رامنځته شولې. د طبي علومو برخه رامنځته شوه، د اسلامي علومو برخه رامنځته شوه، چې اوس مهال د افغانستان د علوم اکادمي د نننۍ بڼه چې کومه ده دا هم تقریبا ډېر کلونه په بر کې نیسي او د په 3 عمده برخو کې دلته محققین او څېړونکي تحقیقات کوي، څېړنې کوي، چې د اسلامي علومو په برخه کې محققین او څېړونکي تحقیقات کوي، څېړنې کوي. د طبي تخنیکی علومو په برخه کې محققین تحقیقات کوي، څېړنې کوي. همدارنګه د بشري علومو په برخه کې موږ څېړنې او تحقیقات کوو. د ژبو او ادبیاتو مرکز اوس مهال 38 علمي غړي لري، 15 انسټیټوټونه لري، چې په دې انسټیټوټونو کې د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټوټ شامل دی، د دري ژبې او ادبیاتو انسټیټوټ شامل دی، د لرغونو ژبو او ادبیاتو انسټیټوټ شامل دی، د ورونو ملیتونو د ژبو او ادبیاتو انسټیټوټ شامل دی، همدارنګه د ازبکي او ترکمني ژبې او ادبیاتو انسټیټوټ شامل دی. خوشبختانه د پشهي ژبې په شان هم لکه د نورو ژبو په شان علوم اکادمي ډېر کار کړی دی. پخوا دلته موږ یو استاد درلوده د څېړنوال عبدالمالک لاموال په نوم. هغه د پشهي ډپارټمنټ مشر او امیر و. موږ د پشهي ژبې په اړه ډېر کار کړی، د دې د ژبې د قاموس په اړه، د دې ژبې د ګرامر په اړه، د دې ژبې د ډېرو اړخونو په اړه ډېر کار شوی دی. تازه د علوم اکادمۍ په اهتمام څو کتابونه چاپ شوي دي د استاد غمجل تمیل صاحب او د نورو استادانو. نو د پشهي ژبې په اړه هم ډېر کار شوی دی. لاموال صاحب خدای دې تر ډېره ژوندی لري، ډېر متواضع، عالم، پوهه، زیرکه، کاریګر، هڅان شخصیت دی او په خپلې برخې ترڅنګ په نورو ډېرو برخو کې ډېره عامه مطالعه لري. هغه د افغانستان یو قدر دی، البته په خپل مسلک کې نه تکرارېدونکی قدر دی. ډېر کار یې کړی دی د افغانستان په علوم اکادمي کې. تر ټولو ښه ځانګړنه د لاموال صاحب دا ده چې ډېر انرژیټیک دی، ډېر انرژي لري، ډېر یعنی کار پسې منډې وهي. داسې په هغه عامیانه اصطلاح ټیله نه غواړي چې سړی متوجه کی کار ته. ډېر په دغه مسایلو کې ډېر متوجه انسان دی. لاموال صاحب ایسه شخصیت است که پشهیانی تانوک عمری تنکه و bu nazik جولیت شروع تامنونجا میسه خلقانی میسه فرهنگانی و میسه ملیتان دی وقف کشن
او ایچ نوڑ گالا کوشش نستایده انا خلقی عظیم فرهنگی ارشیف میراث کچھ وڑوگا جیویشیگه سے ہزارها سال شاید اما در گرندینی ہاتھ ریگه سایتی سیستم گچائیگه خط و قلم و کتاب آئیج نون انترنت سیستم آندی تبدیل با او علی مقطع زمان گچ لاموال صاحب کم میگه پشیان ضرورتی ہے فرهنگستا می تانوک بو زیاد سختی ہے گچھو زحمت نستایده چھوٹے و آمادہ کو می سیستمان دی تقدیم کا ویاشی او یو تاریخان دی سپارن گریا می سیاتره می شخصیتس نام ام فرهنگ و تاریخ کچھ پشیان فرهنگ و تاریخ کچھ ای زرین خطی دی وارای خط درا می سیاتره مم اول تانوک نامی دی و یان تانوک قومسم نامی دی می شخصیتو واقعا به علی دی منیک ماغم و تشکری ادا کردم. لاموال صاحب بزرگوار، در جریان قدر مدت که شما زحمت کشیدین در اکادمی علوم افغانستان چند کتاب نوشته کردین لاموال صاحب، و یک مورد دیگر که ما تازه خبر شدم یک کتاب شما در جرمنی تدریس میشه، ترجمه شده، بسیار جای افتخار است برای ما. شما میشه درباره از این معلومات بتین؟ اول خب بگین که چند کتاب نوشته کردین تا این مدت؟ یکی کتاب است نوشته، یکی کتاب است که چند کتاب چاپ شده. بله. بعد خود نگفتیم؟ بله مهمه. و یگان مردم اینطور است که بخاطر ایران نمیگم خیر خب بخاطر کیش شخصیت، بخاطر که خوب معرفی شوم زود کتابا نوشته میکنه، پیسه داره، پول داره، مطبع داره، صحافه هر چیز داره، میره کتابا چاپ میکنه، خوب عکسشم میچسبانه، بیوگرافیم خوبشم میکشه، کتابا چاپ میکنه. او طور ما کتابا چاپ کردن نتانستیم. بس سه زبان، هر سه زبان دوست دارم. زبان ما پشتیست، پشتو را بیخی بینی ماست و دری کی چشمای ماست. مثال تسلط دارم ده گپ زدن میتانیم. بس سه زبان 22 اثر ما چاپ شده. بس سه زبان، پشتی، پشتو و دری، بس سه زبان. بس سه زبان البته عناوین مختلف. بله. و اثر او اثر است که اهل فن، اهل مسلک یا اهل اکادمیک بالای او نظر نوشته کنه، تقریص میگه. امی نوشته تو، امی تحقیقات تو، تحقیقات منطقوی تو، گشتن تو، تکلیف تو را تایید کنه که این خوب چیز است. پیشم عرض کردیم که فرهنگ است، که فرهنگ هویت افغان است. او را ما تایید کردن. بازم گفتیم که ما یک نفر تایید نکنه، بس با پشتوم تایید شد، با دریم تایید شد، با سه زبان تقریض نوشته شد. تقریض نوشته کردن. تنی غریبی ما کتابای مردم در اکادمی یا دیگه چاپ نمیشه. تا یک سال 2 کتابم چاپ کردن، 3 کتابم چاپ کردن. مثلا اکادمی علوم هم چاپ کردن. ما از پیش تشکر میکنیم، یک مرجع اکادمیک علمی است که اسناد هویت ملی و بین المللی را داره. و تقریبا 23 علوم در وجود تحقیق میشه. علوم عقیدتی علیحده است، دینی اسلامی، علوم طبیعی علیحده است برادر ما، علوم انسانی بشری علیحده است. از طرف اذون نهاده با پول مصرف همین کتابا چاپ شده. 4 فصل 3 صفحه. البته به خاطر فهمیدن، مثلا در زبان میگه که والا بسیار خوب افسانه نوشته کردی، خوب ما شنیدیم، ولی به زبان دری نبود، نتانستیم. به دری باش نوشته کردیم. مثلا خصوصا افسانه ها، که افسانه ها ادبیات مشترک ملی و بین المللی است. ما شما دعوا کرده نمیتونیم که افسانه از ماست. نه خیر. افسانه ها، کارنامه ها و شهرت برجسته کل جهان است. ان از اون قهرمانا که نامدار هستند. به این خاطر ما به دری هم نوشته کردیم، پشتو هم نوشته کردیم و پشتی هم نوشته کردیم. با پشتی به این خاطر زیاد نوشته کردیم که اگر شما هم خبر باشین، یونسکو، یونیسف و دیگه ادارات تحقیقاتی تحقیقات بودن که در جهان مثلا 6500 زبان است در کل دنیا. در همین 6500 زبان نوشته کردیم تحقیقات مرکزی که 400 زبان در حالت انقراض است.
و ما هم تهر بار در کتدگاه نویسنده پشه‌ای بسیار بسیار خوب بودیم. همین چیزا دیدیم در سمینارها گفت کنفرانس ها گفت دمی پشه‌ای هم است، ولی در او وقت پشه‌ای نجات می‌یابد که بله 800 کتاب نوشته شود. دقیق اینا شکر تنها از ما که حساب کنید 22 اثر 22 اثر 22 اثر خو از ما است به 3 زبان است. باز دویم سرش میایم که زبان پشه‌ای چقدر زبان پشه‌ای چی نوشته کرد. دیگر نویسنده و دیگر شاعران می کار کردن به حساب هر کس به حساب کوشش خود کردن، ولی ما به حساب خود که یکی خود دولت تنها میداد. بله محترم ما اینطور فکر میکردیم که دستی تنخواهی که میخوری باید چقدر کار کنی، چقدر بتپی، یک بخش. دویم این چیزا را که در گردن انداختی فرهنگا بسیار مهم است. این فرهنگ دن چرا کم میتونی که امی برای زبان و برای قوم پشه‌ای که جغرافیای دارد، برادر موقع جغرافیایی دارد، برای نواسایشان زبان او زبان میمانه که او به تحریر در آورده شد. بنده خاطر 6 تا نگنی از دان ما کسی میشنوید یا نمیشنوید جهان بود یونیسف کو 6 تا به خاطر مکاتب تدریس، به خاطر تدریس در مکاتب و گفت کتاب نوشته میشه. خوب از ما که پیشم کسی رفت و آخر خار بودن و غصه می بودن. چرا میگه به خاطر صنف دا کسی کتاب نوشته نمیکنه. ما گفتیم موجا بود، گفتیم خب برمان میتن برمان بتن نه یگان مطل داریم میگه با اذان غریب مولا کسی نماز نمیاد. ما هم که صدا کردیم چون مجبور بودن گفت مثل فدار خی بگی گفت او جا هم اصولا از عناوین کتاب است که ما براتان باز نشان مثلا اینجا سر کسی است که شما دیمانگل صنف کتاب است عنوان لا سعی اینجا عنوان خوب ناقی جام برابر شد که سر هم شریف باید باشه. بله نات شریف باید باشه. کتاب صنف دا بر کتاب بخال نوشتم کردیم 1,40,000 چاپ شوا. بله او صنف بخاطر صنف دا در مکاتب که میخوانه. این زبان پشه‌ای که تدریس میشه آفرین تاریخ زبان پشه‌ای تدریس نشده. جنگ است، حالات است. بعد از امکان دارم یه خدمت خیلی بزرگ است لاموال صاحب بر زبان ده. خیر مسئولیت خدا را فکریم. انسان زنده در زندگی باید چی کنی؟ بتپی، حرکت کنی، ساعت ما در سر نون باز نوشته کردین فهرست عناوینش است. فهرستش خونه دادن. بله وزارت معارف تالیف و ترجمه دادن. اینطوری به انگلیسی بود، مثلا در پالوشی بود، ما باز پشه‌ای اونا میگفتن در پشه‌ای مثلا انا خودت آمد حمد شریف نه معرفی شاعر است. صحیح بدی بیان است نه او چی است شخصیت‌های ادبی معرفی است در بیانش. افسانه فولکلوریک است، مواد مخدر است، فایده مطالعه است، لهجه های زبان پشه‌ای است، فرهنگ است. گمش کو بیست این کتاب ما با پنسل نوشته کردیم. ما توکل به خدا د کتاب که نوشته میکنی باید 5 جواب باشه، 5 سوال باشه. این کتاب معلوم است. بس کتاب اگه اونجا که بردیم شناختم نداشتیم یک کسی ما گفتم کتاب گفته بود ما کتاب چاپ کرد اچی کردیم نوشته کرد. خوب نوشته کرد که 3 کمیسیون است، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون سیاسی، کمیسیون عقیدتی. باید یا کلش یار نظارت بکنن. نه میگم ما اینا فقط صلاحیت ما است که ما اونجا میریم خیر ببینه و بس دادیم. بعد 2 هفته بعد تلفن بود، ما تلفن نداریم دیگه. آدم یک پول شده بود که الله والا میجاست برای ما وزارت معارف تو را ما چی میگیم اون تلفن کو همین کتاب تو خاطر تو 3 کمیسیون پاس کردو به زبان پشه‌ای چاپ شو. ما رای قبول شد ما رای کردیم دامی یک چی است شوبه است و که او دستی کمپوز کنه. خو یک خواهش میکنیم گفت بیا که امیرا با ایدیت باز رفتیم چرانی کار فرهنگ رفتیم جناب بس ایدیت کردیم دستی ثواب نه سخاز هر چیز سخاز. ما پیسه نداریم دیگه چی مثلا مسائل علمی ای بعد بسیار آدم چی کنه کوشش کنه. بس خوب بود او کتاب خلاص شد. فکر کنم چاپم در دبی چاپ شدن کتابا بود. یک آلمانی به نام سیبیتسن به خاطر آموختن زبان پشه‌ای آمده. از آلمان آمد ما خبر نبود شوبه شسته بود غالم اول میمانداری چی کدای چی میمانداری او از
از مشاورت فرهنگی زبان پشه‌ای اکادمی معرفت باز او خوب بود، آدم خوبی بود. او باز برای ما قصه کرد که فیلم جور شده از اون کتاب های امی آلمانی که آمده بود او افغانستان برای ما گفت از کتاب خبر بودیم از فیلمش پیسه جمع کرد. بعد دو سه نفر میتونم آمد که لاموال صاحب گفت فیلم اوجا جور شده، دخترش موش زرد است و او مربوط به افغانستان است، محیط زیستش هم مثلا افسانه ها که هست، طرز و طریقش افغانی است. گفت اینجا اگر فیلم جور کنیم چطور؟ ما گفتیم خیر از میبینیم یار زنده. گفتیم صحبت باقی همینطور است. به زبان آلمانی و زبان انگلیسی هم او هم شاید به او هم تا که یک شاگرد دیگه آمد به اکادمی می آمد، فرانسوی و امریکایی بود، آدم بیکر نام داشت. آدم بیکر که در یک کتاب ما چی هم است پوش کتاب بود بر ما دیزاین کرده اوجا نامش نوشته است. تا جرمنی هم تدریس میشه لاموال صاحب کتاب شما یا نه؟ خبر نیست. تا جایی که ما معلومات گرفتیم تو که معلومات داری، تو که معلومات شما درست است. ما پشتی چیزا بسیار راسی هم بگویم خود که چه شد. یک افتخار خیلی زیاد بزرگ است لاموال صاحب. میم سر بخش دوم برنامه. بخش دوم برنامه ما هم قسم است که سر زبان پشه‌ای صحبت میکنیم که مردم پشه‌ای از کدام زمان هستند در افغانستان. اما از آغاز شروع بکنیم. ما خب باز تکرار کنم نه، هر کس و فنش در هر بخشش از 100 کتاب نوشته میشه. او برای کس معلوم میشه که کتاب نوشته کرده. خب پشه‌ای در مجموع آریایی ها هستند. پشه‌یان بو بادر او تگلی میشه پشه‌ای صحبت بو بکنیم. بادر او تگلی تانو وفستا شده وادستا شده تیستی خلقاین ننگ داری آگن، غیرت داری آگن، همت داری آگن، جب داری آگن، فرهنگ داری آگن. ولی مینا یو سوچی اصیل اریایی جبا گی غنی فرهنگ دار آج جب تا آج کتاب نینج جب اسلا وقت جب شیگه کتابی بچ جب فرهنگی اسلا وقت زنده شیگه فرهنگی کتابو گوچه جای بیک جب اسا جب شیگه جب جغرافی موقعیت پیداوار صناعت زراعت مالداری نیگو تستیک ایگو پیک دان یاران میک او وری بلابل بو آلا و سوچی وانا و روی جلا کچی موجوده انچ ولی اینتا 5000 سالی جب تا آیج نه ادبی معلومه ایک نه فرهنگی معلومه ایک اینها در یہ کتبی نه ایک وی میان دی اما سودان ایک اللہ پاگی مل سمیان دی می بگار سمیان دی می جبیس عزت استان دی می جبیس خدگالینا احترام استان دی می جبیس خدمت استحاطری اللہ پاگی مینان دی یو پن برابر گشا امی دی 2 سال پولا می جب او ادبس فرهنگستا پولا نیک خاطری یتا مینا مندا میکی امی خاطری یه میجی بیس بو شی منی ارمان منج میجی بیس لیگی گستا خاطری مینا مرام و هدف مای مم یا الله پاک شرم کرم گین نون والقلم وما یسترون الله پاک مینا دی اکرام و انعام گین قلم گریچم اول پانا پشی جبی ده شعر او شاعری شروع کرد گرچه هو نہیں مم ار انسان فطرتن ارکوتی سمی حاضری جپواس یہ جو ده که میں استفاده کارنگا تی سمی شی ارسطو میا یہ انسانس روح استا کچھا انسانس خیال احساس استا کچھا فطرتن شاعری لگان موجود چی
कि मैं उधर इस्तीफादा गया कि मैंने कहा खुशबख्ताना मैं शे शुरू करूँ शे की शुरू करूँ शेर व शायरी शुरू करूँ अबद बिशी तकरीबन 2-4 साल दे यतर अबद भी शेर व शायरी यानी ये शेर अगर तू अब ये शेर पशे ये पश्तू ये दरिया नाम खागम शुरू कगन बस पशे जब वर जब किरानागा पशे फरहंग वर फरहंग किरानेगा किताब लिखित मिंज वरी भी लेकिन गुरागन अगने फुड़ा बे यादगिरी कगम जे यूनेस्को यूनिसेफ और वरी तहकीकाती इदाराए के राय मामलतन आने को तस्तगन तगई ते मेगिन ये दुनिया को चा 6,500 विज़्या पंजाब मौजूद हैं और मुझे बगो चाहे विज़्या जब इनकराज या मन जाए पग हालत कुछ हैं जब ल वक्त मन जो पागी तीस अदब फरहंगी ने थे यान कत सौदान पैदा बिग निकी वलामम वरी पशई बादर वरी पशई मूलेगरी आलमान पशयान मसलन मोहम्मद जमान पुलमानी साहब मसलन तानी के खुदे बख्शी नूर मोहम्मद गमजन उस्ताद और मिमहल वरी मोहम्मद हसन इस्लाम खुदे बख्शी गुलाम सिद्दीक शेंगने ये दो किताब पशे जिबे दे या शेर या फुलकुलू बारा शेलिगिशिन अल्हम्दुलिल्लाह तो यूनेस्को इदारा नजर से भी देगी तकरीबन मैं जब को चाहे 6,500 जब को चाहे विज़्या जब मन जाए पागनो पशे भी कुछ ही इस वक्त पशे जब मन जाए न पाए कि 2 विज़्या जुल किताब लेकिन दे यानी ये किताब लेकिन भी सियान 2 विज़्या जुल छाप भी वही पशे इधर वही अब पशे भी दरा इंशाल्लाह वरी भी सामशन मकतबान भी अवध मसलन किताब लेकिन भी विशन छाप भी विशन खरीदे फरहंग बारा ये पूरा मम्मी के तकरीबन वस्तु 2 किताब के कुछ किताबों कुछ 2,000 जुल छाप बवाशी कुछ 1,000 जुल वस्तु 2 वस्तु 6,000 जुल छाप भी विशन से जब दे पशे पश्तू दरी दे